یک زن قصه کرد، گفت برادر صدای امید، من 17 ساله بودم، دادری پدرم به من گفت، یعنی عمکم گفت تو خردسال بودی، به ناموس تو من 10 زده بودم. میگه وقتی این سخن شنیدم مرده بیرون از گور شدم. این واقعه را به پدرم نقل کردم. گفتم پدر من دیگر چی کنم؟ یا دادرت را به سود می سپاریم؟ میگه پدرم خیلی غمگین شد، گفت نمی توانم، چون که اون دادری من است. میگه از بین چند قدر گذشت، به من خواستگاری آمدن و مرا فاتحه کردن به یک جوانی و آن جوان بعد از چند ماه به روسیه سفر کرد و من تلفن یافته به اون جوان زنگ زدم. گفتم ای جوانی خوب، حیات خودت را نسوزان، چون که من نادختر هستم. میگه آن جوان این سخن را شنید، با پدرم علاقه برآمد و با پدرم گفت که من دخترت را نمیگیرم، چون که اون نادختر است. میگه از بین چند قدر گذشت، این آوازه پخش شد. میگه بعد از چند سال یک جوان دیگر به آسقالی من آمد و مرا پدر و مادرم به آن دادند. وقتی که آن جوان مرا گرفت، بعداً فهمیدم که این جوان باز چند زن دیگر داشته است. آن زنها را می گرفته است و سر می داده است. طاقت کردم در خانه اش چند ماه زندگی کردم. نگاه کردم که دیگر شبها به خانه نمی آمد و باز بعد از چند ماه به روسیه سفر کرد. 1 سال به من علاقه نرآمد. در مهلت 1 سال 1 بار برای من مبلغ روان کرده بود و خلاص، و خواست که به نزدش روم و من هم چیپته خریده به نزد این شوهرم رفتم و شوهرم به من گفت تو راستی آمدی، به نزد من آمدی، باید که کار کنی. گفتم باید چی کار کنم؟ میگه گفت من به تو میفهمانم. 1 روز دیگر از بین گذشت، نگاه کردم شوهرم با 2 رفیقش آمد. گفت ای زن، تو با این رفیقان من همخوابه میشوی و من از اینها سو میگیرم. میگه من همان لحظه به شوهرم گفتم که مرا طلاق ده و از نزدش برآمده رفتم. چند ماه در پدیزها خو رفتم، جای خواب هم نداشتم و چندین برادران مراجعت کردم، کمک نکردم. بعدن یک ارمیه میگه مرا با کار گرفت و جای خواب هم داد. در خانهش 3 حجرگه بود، در یکش من خواب کردم، در یکش جیانش و در دیگرش یک چند ازبک. میگه یک شب بود، از خواب بیدار شدم، نگاه کردم در نزدم یک پسر بچه ازبک است. خواست که به من تجاوز کند و من داد و فریاد برداشته به نزد جیانی این ارمیان آمدم. گفتم که این جوان مرا تجاوز کردن خواست. میگه آن جوان را هم از کار پیش کرد و هم از خانه و مرا خیلی پاسبانی کرد. این جوان مرا دوست داشت و خواست به من عائله برپا کند. و پدر و مادرم زنگ زدم، گفتم پدر جان من در شهر غریبی هستم. پدر و مادر به من گفت دیگر به خانه بر نگرد، چون که تو را دیگر هیچ کس نمیخواهد. بعداً میگه با این ارمیان عائله برپا کردیم. طول چند سال می شود که با این زندگی دارم. این مرا خیلی دوست می دارد و نمی خواهد که من دیگر کار کنم. این دختر از من خواهش کرد که این قصه را در اینترنت نشر کنم. بسیار خواهش کرد. من هم خواستم بهر برادران برسانم. هست نوجوان مردانی که از خدا دور هستند، برای مال دنیا ایمان خودشان می فروشند
به ناموس دخترها دست دراز میکنند. خداوند شما را از این جهان، از این تاجیکستان ایمان نیست و نابود بگردانند. در حق صدای امید با دعا باشید.